дар андешаи куштани худ будам. боре фарзандонамро бо худ гирифтам ва қарорам буд якҷо бимирем. он замон шавҳарам дар Русия буд, аммо ба таҳқиру таҳдиду таъқиби ман ҳамоно идома медод. ба худ гуфтам наметавонам қотили фарзандонам бошам. تهمینه 7 سال از شوهر و خوشدامنش اذیت جسمی و روحی دیده است. او حالا در دایره یک لایحه نجیب با نام کتابخانه گویا به حاضرین بی پرده داستان زندگیش را نقل می کند که صحنه های از آن دهشتزا است. ба дасти писари яксолаам кор доду гуфт ки ба шикамам занад. تهمینه توانست از این گرداب شکنجه خود و کودکانش را نجات دهد. به او سازمان جمعیتی امید کمک کرد و حالا از نام این جمعیت زنان هم تقدیر خود را چون کتاب گویا تشویق می کند تا زندگیشان را تغییر بدهند. کتابخانه گویا که در دوشنبه و دیگر شهرهای تاجیکستان 2 سال باز برگزار می شود، یک لایحه بین المللی است. مقصد آن ترویج افکار تحمل پذیری و گوناگون رنگی در جامعه است. علیه اندیشه های شخص شده که عضو از جامعه را آزار می دهند تهیه شده است. زیاده از 100 نفر آمدند تا 10 کتاب گویا را ببینند و بشنوند. کتاب گویا تشبیه از کسانی است که در این نشست تقدیر خود را نقل کردند. به قول سازمان دهندگان آنها قالب‌ها را می شکنند و به اندیشه کردن وامی دارند. حالا کتاب گویا نابینا، خشونت عائلوی و بیماری ویروس نارسایی مسئولیت بدن بیشتر توجه اهل طلا را به خود جلب کردند. معمولا مردم به داستان‌های فاجعه‌ای، عشقی و کریمینالی توجه دارد. حضور پرویز در اینجا از حالتهای نادر است، چون که در تاجیکستان بیشتر از سرایت یافتگان به ویروس نارسایی مسئولیت بدن می‌کوشند که از چشم و گوش مردم مخفی مانند. پرویز به یاد آورد که یک زندگی بی ربطه داشت. به تدریج به سبب نوشیدن عرق حقیر و نادر کار میشد. قطعاً گفتن نمیتونم که این یا آن چیز برای دوباره به پا خیستنم کمک کرد. دارویی که تا این وقت میخورم یا شاید اینکه میخواستم خود را نجات بدهم. اکثر آنانی که داستان پرویز را شنیدند گفتند که از بحر تصورهای کهنه خود درباره بیماران ویروس نارسایی مسئولیت بدن گذشتند. آنها اینقدر خوشبختند بعد آنچه با آنها رخ داده است. آنها میگویند ما باید به فردا نگریم و نباید به گذشته سخت با ترس نگاه کنیم. هر یک شنونده کتابخانه گویا اندیشه های خود را قبل از دیدار با کتاب های گویا و بعد از آن نوشته به این دیوار می آویختند. این نوشته ها نشان می دهند که حاضرین با کدام تصور این معرکه را ترک کردند. از آمدنم پشیمان نیستم. راستی روزمان بیهوده نگذشت. لایحه کتابخانه گویا 10 سال پیش فعال شد و تا 200 کشور را در بر می گیرد.